سلام، صبحتون بخیر. چطورین؟ آقا امروز هوا ابریه که میخواد کلا بباره. اونجوریه. هورا! یه ذره زمستون امسال یه بارونی بیاد، یه ذره واقعا خیلی دیگه نامردی بود. ما هم حاضر شدیم بریم باشگاه. امروز خیلی کار داریم. با هم باشید. باشه؟ این لباس باشگاه، این بایکرها واقعا چیزای خوبی هن. یعنی خیلی اوکی و راحته. اینم که از اینو بزن بریم. کلن من خودم تینتم کو دنبال هوای آفتابی حالا بهتر میکنه در کل داستان، ولی تینتم پیدا نمی کنم. خدایا فکر کنم اینجوره. هوای آفتابی بیشتر دوست دارم. حالم توی هوای آفتابی خیلی بهتره، ولی خب امسال واقعا میتونم بگم که هیچ برف و بارونی نیومد. هیچی. و قشنگ خشکسالی واقعیه. بریم. تو بلاگان باشی؟ باشی؟ تمرین تموم شد و خیلی خسته شدم، ولی واقعا حال دارم. هوای خوبیه مگه نه؟ میدونستید که بعد از تمرین بهترین غذا سیب زمینیه و بهترین البته تا اینجایی که من می‌دونستم بهترین پروتئین تو خورما الان فکر کنم بهترم. مثلا لوبیا هم توش خوبه. مامان زودپز رو خاموش کنم.
استفاده زدیم. زود من انقدر عجله کردم که به تئاتر برسم، فقط پوشیدم اومدم بیرون و دیگه اصلا فرصت نشد که فیلم بگیرم و الان 10 دقیقه است منتظرم نسیم و اومدم دیدم چقدر زود رسیدم. خیلی عجله کردم دیگه. حالا الان ساعت 3 بعد 5 نه ببخشید 4 3 نیست 4 و باش 6 شروع میشه دیگه. بعد برسیم زودتر و همین منم قراره برونم. میخواییم بریم اجرا ببینیم؟ انشالله یه روزی ما خودمون رو شهرزاد اجرا داشته باشیم. خودش ایراد میذاره، یعنی از این دافای تمیز فابریک نچرال. چطورین؟ خوبین؟ صبحتون بخیر. امروز صبح فردای دیروزه و دیشب اصلا انقدر همه چی پشت هم اتفاق افتاد و انقدر داستان شد و مثلا شارژ گوشیم تموم شد و 4% کلا شارژ داشتم. بعد کلا گوشیم خاموش شد و شارژش کم بود و این اصلا نشد که هیچی ویدیو بگیرم. بعد دیگه بعد نمایش مستقیم رفتیم چیزی خوردیم و بعدم دیگه اومدم کرج. ولی اصلا هیچی نتونستم ویدیو بگیرم از تو نمایشی که نمیشد، ولی بعدش و اینا هم دیگه اصلا فرصت نشد. و امروز فردای دیروزه، امروز چهارشنبه است و ما پنجشنبه دوباره کلاس داریم و متاسفانه اجرای اتود که بخوایم سر کلاس بزنیم آماده نیست. ولی خب من خیلی بابتش استرس دارم چون که واقعا رو مخمه، دلم میخواد اتودامون خیلی آماده باشه و خب هر هفته داستانی هست و آماده نمیشه. اما همین دیگه. حالا میخوام این نمایشنامه بخونم الان که آماده کنم خودم و مثلا حالا برای هفته بعد که دیگه اینجوری پیش نیاد اصلا، ببینیم چی میشه. خیلی هم دیگه نمونده، فکر کنم تا آخر عید کلا مونده جلساتم. راستشو بخواین من روزایی که کتاب میخونم خیلی برام سخته، به خاطر اینکه متمرکز شدن در کل برام خیلی پروسه زحمت آور و سختیه. ولی زمانی که کتاب میخونم و سعی میکنم کلمات رو تصور کنم، تخیلم خیلی قدرت پیدا میکنه و حالم خیلی خوب میشه. کتاب رو حتما بخونید چون قدرت تخیل و تجسمتون رو بالا میبره، باعث میشه که بتونید تجسم بیشتری کنید، تخیل کنید و خیلی چیزها رو توی ذهنتون بسازید. کتاب خوندن خیلی به آدم کمک میکنه و میدونم که سخته، آدم خوابش میبره، فکرش هزار جا میره، ولی اگر بتونید مقاومت بکنین با این داستانها توی مدت کوتاهی نتیجه خوبی میگیرید، مطمئن باشین. تخم بلدرچین بخوریم. دوره چقدر کوچولوه ولی خیلی مقویه. آقا خیلی دیر شد. حالا اینا هیچ وقت 11 نمیان مال من ها. امروز فیکس 11 جلو در بودم. دیگه پوشیدم و بله بریم دیگه. چی هم درست حسابی هم بر نداشتم امروز.
بریم کلاس بازیگری. انشالله که بازیگر خوب از تومون در بیاد. امیدوارم با این هزینه ها و این کاری که داریم میکنیم. دیر شد دیدی چقدر چسبید. امروز انرژی ها پایینه. خدا خوب نیست برم من. ای خدا فرزانه کافشنت مال من. وای نگاه چه چیزیه خیلی ولی گشاده برام. جدی دارم میگم ببخش. کافشن شادش دزدیدم. دزد کسی ماهی و کپتوی نه خوبه؟ بغض ترانمو شکستم، میخوام بگم عاشقت هستم. تو عین ناباوری یک شب خالی گذاشتی هر دو دستم. جره چشمای تو کاشکی تو چشمام وا بشه. این بغض چند ساله من از تو گلوم رها بشه. من که فراموش کردنت چرا و اما داشت برام. آوای بارونت میشم، بیا و گم کن گریه ها. واسه دلم، واسه تنم، واسه تمام زندگی از تو دوباره من شدم. با تو تموم شد خستگیم. واسه دلم، واسه تنم، واسه تمام زندگی از تو دوباره من شدم. با تو تموم شد خستگی.